دستم برید. به هر حال پیش میاد. امروز میخوایم خوشمزه ترین کتف و بال دنیا رو درست کنیم. کتف و بال مرغ، دوغ پرماجرا و خوشمزه آبلی، نمک، زردچوبه. ترشی دوغ آبلی کاملا بوی مرغ رو از بین میبره. زردچوبه هم که طبعش گرمه. بعد از 10 دقیقه طلایی و خوشگل. یه سس خوشمزه داره. شیوید و پیازچه، ماست 7، سس مایونز، پنیر خامه‌ای، سس خردل ملایم، فلفل سیاه مخلوطه، نمک. چه سسیه. نیم ساعت بره داخل فریزر خودشو بگیره. روغن رو براتون داغ کردم آوردم اینجا. بره که سرخ بشه. اینجوری. ببین چی شد. امتحانش کنی. این خوشمزه ترین کتف و بالی میشه که تو عمرت خوردی. خدایی چه سوسی داره نه؟ فایزه است. چقدر خوشمزه است. امتحانش نکنی از دستت رفته. گود بای.